درود به همه. قبل از شروع این ویدیو باید بگم که تمام اطلاعات ارائه شده در این ویدیو از منابع کاملا معتبر و علمی گردآوری شده، از جمله کتاب هریسون's Principles of Internal Medicine، پایگاه UpToDate، سایت Medline Plus و مقالات علمی PubMed. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق، علمی و قابل اعتماد درباره داروی پنیسیلین وی است. پس تا پایان همراه من باشید. امروز میخوام شما رو با یکی از مهمترین داروهای تاریخ پزشکی آشنا کنم. دارویی که شاید اسمش رو 1000 بار شنیده باشید ولی جزئیاتش رو خیلی ها نمیدونن. پنیسیلین وی. شاید براتون جالب باشه که بدونید این دارو نه تنها یکی از پرکاربردترین آنتیبیوتیک‌های خوراکیه، بلکه از بروز بعضی بیماری‌های خطرناک هم پیشگیری میکنه. مثلا همون بیماری قلبی که بعد از یک گلودرد ساده ممکنه اتفاق بیفته. پس اگه دوست دارید بدونید پنیسیلین وی دقیقاً چطور کار میکنه، برای چه عفونت‌هایی استفاده میشه، چه عوارضی داره و چه نکات جالبی پشت اسمش پنهانه، تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب اول بریم سراغ این که پنیسیلین وی اصلا چی هست. اسم علمی یا تخصصی اون فناکسیمتیل پنیسیلین هست، از خانواده بزرگ آنتیبیوتیک های بتا-لکتام، یعنی همون خانواده‌ای که معروفترین اعضاش پنیسیلین ها هستن. کاری که پنیسیلین وی انجام میده خیلی ساده است ولی فوق‌العاده مهمه. باکتری ها برای زنده موندن و تقسیم شدن به یک دیواره سلولی محکم نیاز دارن. پنیسیلین وی به پروتئین هایی که مسئول ساخت این دیواره هستن بهشون میگن پنیسیلین بایندینگ پروتئینز میچسبه و اجازه نمیده اجزای دیواره به هم وصل بشن. نتیجه دیواره ناقص ساخته میشه. باکتری در فشار اسموزی بدن میترکه و از بین میره. به این فرایند میگن اثر باکتری کش. حالا بریم ببینیم کجاها از این دارو استفاده میکنن. اولین و شاید مهمترین کاربردش درمان عفونت‌های گلو، به خصوص گلودرد استرپتوکوکی است. این نوع گلودرد اگه درمان نشه میتونه باعث تب روماتیسمی و آسیب قلبی بشه. دومین کاربرد درمان بعضی عفونت‌های پوست و بافت نرم هست، مثل زرد زخم یا سلولیت. سومین مورد عفونت‌های دهان و دندان هست، مخصوصاً بعد از کشیدن دندان یا جراحی لثه برای جلوگیری از انتشار عفونت. و یک استفاده خیلی مهمش هم پیشگیری طولانی مدت در افرادیه که قبلاً تب روماتیسمی گرفتن یا دریچه‌های قلبشون آسیب دیده. این افراد معمولاً باید هر روز یا هر هفته طبق نظر پزشک از پنیسیلین وی استفاده کنن تا دوباره بیمار نشن. عوارض جانبی. مثل هر داروی دیگه پنیسیلین وی هم بدون عارضه نیست، ولی خوشبختانه بیشتر عوارضش خفیف و گذرا هستند. عوارض رایج: حالت تهوع، استفراغ، اسهال و دلدرد. بعضی‌ها هم ممکنه راش پوستی یا خارش پیدا کنن. یک عارضه جالب ولی بی خطرش چیزی هست که بهش میگن زبان مودار سیاه، که به خاطر تغییر در باکتری‌های دهان ایجاد میشه و با قطع دارو برطرف میشه. عوارض نادر ولی جدی: واکنش‌های آلرژیک شدید یا آنافیلاکسی که ممکنه باعث تنگی نفس و ورم صورت یا گلو بشه. همچنین واکنش‌های پوستی خطرناک مثل سندروم استیونز جانسن یا مشکلات کلیوی و کبدی. این موارد خیلی کم پیش میان ولی نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارن. چند نکته حیاتی هست که باید قبل از مصرف بدونید. اگه تا حالا به پنیسیلین یا داروهای مشابه مثل سفالوسپورین ها حساسیت داشتید، نباید این دارو رو مصرف کنید. خانم‌های باردار و شیرده معمولاً میتونن با نظر پزشک ازش استفاده کنن، ولی همچنان باید تحت نظر باشن. بعضی داروها با پنیسیلین وی تداخل دارن، مثل پروبنیسید یا متوتروکسات. حتی قرص‌های ضد بارداری ممکنه اثر بخشی کمتری پیدا کنه. مهمترین نکته، دوره درمان رو کامل کنید. حتی اگه بعد از 2 روز حالتون خوب شد، دارو رو قطع نکنید، چون ممکنه باکتری‌ها برگردن و مقاوم بشن.
حالا وقتشه یکم جذابترش کنیم. اول اینکه اسم وی در پنیسیلین وی هیچ ربطی به عدد 5 نداره. این حرف از واژه آلمانی ورتهاولیخ به معنی محرمانه گرفته شده. دوم اینکه این دارو در دهه 1940 ساخته شد تا مشکل بزرگ پنیسیلین جی رو حل کنه. پنیسیلین جی در معده نابود میشه و باید تزریق بشه، اما پنیسیلین وی مقاوم به اسید معده است و به شکل قرص قابل مصرفه. و نکته سوم، هنوز هم با وجود صدها آنتیبیوتیک جدید در خیلی از کشورها پنیسیلین وی خط اول درمان گلودرد استرپتوکوکیه. دلیلش ارزون، ایمن و مؤثره. خب امروز فهمیدیم که پنیسیلین وی یک آنتیبیوتیک خوراکی قدرتمنده که با تخریب دیواره سلولی باکتری‌ها اونها رو از بین میبره. برای درمان و پیشگیری از عفونت‌های گلو، پوست و دهان استفاده میشه. عوارضش معمولاً خفیفه ولی باید هشدارهاش رو جدی بگیرید. یادتون نره که این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و جایگزین مشورت با پزشک نیست. اگه از این ویدیو لذت بردید و چیز جدیدی یاد گرفتید، حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا آخر با من بودید. تا ویدیوی بعدی مراقب سلامتیتون باشید.